درود و احترام فراوان خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی ویسا. امروز با یه ویدیوی جدید در خدمتتون هستیم و میخوایم با هم بخش فرانت پنل LED سرور DL380 G10 رو بررسی کنیم و حالتهایی که میتونن داشته باشن رو با هم ببینیم. این قسمت از سرور به شدت برای ترابل شوت کاربردی و مهمه. همونطور که تو تصویر میبینید فرانت پنل LED تو سرور DL380 G10 اینجا یعنی گوشه سمت راست سرور و چسبیده به گوشواره راست تعبیه شده. اولین کلید پاور باتن هست که اسم کامل این کلید پاور آن استندبای باتنه که خب مشخصا سویچ روشن و خاموش کردن سرورمونه. این کلید مجهز به یه LEDه که کاربردهای زیادی داره. حالا بریم ببینیم چه شکلیه. خب خود HP یه داکیومنتی در مورد این کلید ارائه کرده که ترجیح میدم با همون بریم جلو. میگه اگه پاور باتن ما به صورت سبز رنگ و ثابت باشه یعنی سرور روشنه. اگه سبز چشمک زن باشه سرور در حال روشن شدنه، یعنی داره سخت افزار رو بررسی میکنه تا روشن بشه. پس اگه پاور باتن سرورمون تو حالت سبز چشمک زن باشه باید منتظر باشیم که تا چند ثانیه دیگه الیدیمون ثابت شه و دستگاهمون روشن بشه، مگر اینکه برای سرورمون مشکلی به وجود اومده باشه. حالا اگه به رنگ کهربایی ثابت باشه به این معنیه که سرورمون تو برقه اما خاموشه. و در آخر هم اگر کلن LED پاور باتن خاموش باشه طبیعتا یعنی هیچ کابل برقی به سرورمون وصل نشده، در واقع برق تو سیستم نیست. خب این کلید با این LEDش تو بحث ترابل شوت خیلی به کارمون میاد. حالا بریم این کلید رو تو شرایط واقعی تستش کنیم. الان این سرور من تو برق نیست و چراغ پاورم خاموشه. ببینید حالا کابلای برق رو پلاگ میکنم. از اونجایی که من تو تنظیمات سرورم مشخص کردم که بعد از هر بار وصل شدن برق به صورت اتوماتیک پاور آن بشه، پاور الیدین چند بار روشن خاموش میشه، یعنی در حال روشن شدنه و بعدش سرورم روشن میشه و الیدین ثابت میمونه. البته اگر میخواین در مورد تنظیمات مربوط به پاور سرور بیشتر بدونین میتونید به ویدیوی آیلو تو سایت یا کانال یوتیوب ما مراجعه کنید. اونجا توضیحات کاملی در مورد پاور ستینگ سرور از طریق محیط آیلو خدمتتون ارائه کردیم. بسیار خوب، برگردیم به سرورمون. من سرور رو خاموش میکنم. خب چراغ پاور باتن من کهرباییه و ثابته. بریم تو آیلو. آها اینجا هم استاتوس پاورم آفه. خب تا اینجا اوکیه. حالا من کلید پاور رو میزنم. برای اینکه این فرایند رو تو آیلو هم بررسی کنیم دیگه به صورت فیزیکی کلید پاور جلوی سرور رو نمیزنم. تو آیلو رو پاور باتن کلیک میکنم. ببینید اگر سرورم روشن باشه اینجا 3 تا آپشن دیگه هم داریم که البته اونا رو توی ویدیوی بررسی محیط آیلو کامل توضیحشون دادیم که برای آشنایی بیشتر با کلید پاور باتن تو آیلو پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم از دست ندید. خب مومنتری پرس یعنی یک لحظه فشردن، روش کلیک میکنم. حالا این اتفاقی که میفته رو تو آیلو و به صورت فیزیکی روی سرورمون بررسی میکنیم. خب پاور باتن ما تو آیلو استاتوسش آن شد و البته که سبز رنگ. حالا بریم این اتفاق رو روی خود سرور ببینیم. آها همونطور که ملاحظه کردید پاور باتن سرورمون اول 3 بار با رنگ سبز چشمک زد، یعنی در حال روشن شدنه، و بعد سبز ثابت شد و تصویر اون روی مانیتور اومد بالا. این از کلید پاور. خب زیر پاور باتن LED هلس یا هلس استاتوس رو داریم که وضعیت سلامت فعلی سرورمون رو به ما نشون میده. اول جای اون رو سرور ببینیم. اینجا زیر پاور باتن این LED که با علامت هارت بیت یا ضربان قلب نمایش داده شده. بریم سراغ داکیومنت HP. خب موقعیت اول سبز ثابته. اگر سرور ما وضعیتش نرمال باشه این LED به شکل سبز ثابته. اگر سبز چشمک زن باشه یعنی آیلومون در حال ریستارت شدنه. اگر کهربایی چشمک زن باشه سیستم دیگریدده،
یعنی یه جایی تو سرورمون یه خرابی به وجود اومده. مثلا یکی از هاردامون فیل شده ولی لاجیکال درایومون سالمه. فقط لازمه که اون هارد معیوب رو عوضش کنیم تا مجدد ریدمون ریبیلد بشه. مورد بعدی قرمز چشمک زنه. سیستم کریتیکال. مواقعی که این شکلی میشه دیگه استاتوس سرورمون بحرانیه. مثلا یکی از سی پی ها آسیب دیده یا به عنوان مثال ریدمون کلاً فیل شده. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. یه بررسی کامل از این کلید روی سرورمون داریم. مورد بعدی NIC status LEDه که وضعیت پورت های شبکمون رو نشون میده. ببینید جاش اینجاست و یه علامت نتورک هم کنارشه. حالا حالتاش چیه؟ اگر سبز ثابت باشه یعنی کابل شبکه به پورت لنمون پلاگ شده. زمانی که پورت شبکمون در حال نقل و انتقال دیتا باشه و در واقع اکتیو باشه، این LED به حالت سبز چشمک زن در میاد. و اگر خاموش باشه هم خب مشخصا هیچ کابل شبکه‌ای به پورت‌های نتورک ما وصل نیست. یا مثلا اگر هم هست اون طرف سمت سویچ یه مشکلی داریم. کلید UID یا Unit Identification. کاربرد اصلی این کلید برای شناسایی یک سرور خاص داخل رکه که جلو و پشت سرور تعبیه شده و میتونیم اونا رو هم به صورت فیزیکی و هم از داخل آیلو کنترل کنیم. البته UID جلوی سرور علاوه بر LED کلید هم هست که با زدنش LED آبی رنگش روشن میشه، ولی پشت سرور معمولاً فقط به صورت LEDه و دیگه کلیدی در کار نیست. البته که لزوما این شکلی نیست. تو بعضی از مدل‌های HP UID پشت سرور هم به صورت کلید ارائه شده. حالا فرض کنین توی رک مثلا 10 تا سرور دارید. نیاز داریم یکی از سرورامون رو آپگرید کنیم یا به هر دلیلی بخوایم اونو شناسایی کنیم. اونجا این کلید UID به کارمون میاد. میتونیم با روشن کردنش سرور مورد نظرمون رو هم از جلو و هم از پشتش تشخیص بدیم که مثلا اشتباهی روی سرور دیگه اون کار مورد نظرمون رو انجام ندیم. خب بریم داکیومنتمون ببینیم چی میگه. میگه اگه آبی ثابت باشه این کلید اکتیوه، یعنی روشنش کردیم تا سرورمون رو شناسایی کنیم. اگر خاموش باشه هم طبیعتاً UID مون دی اکتیوه. حالا اگه به ازای هر ثانیه یه دونه چشمک بزنه یعنی ریموت کنسول فعاله یا سرور در حال آپدیت فریموره. اگه 4 بار در ثانیه چشمک بزنه پیام متوالی برای ریستارت سرور از محیط آیلو ارسال شده. اگر هم 8 بار بزنه یعنی فرمان ریستارت دستی از محیط آیلو در حال اجراست. حالا بریم ببینیم آپشنای دیگه این کلید چیه. تو نسل‌های قدیمی تر سرورهای HP زمانی که سرور خاموش بود و فقط به برق وصل بود میشد با زدن کلید UID روی مانیتور لوکال گزارش سلامت سرورمون رو ببینیم. اما از نسل دهم سرورهای HP تو هر محیطی که باشیم، حتی زمانی که سیستم عاملمون هم بالا اومده باشه، با یک بار زدن کلید UID میتونیم سرور هلس سامری رو روی مانیتور لوکال ببینیم و با زدن مجدد اون میشه اون خلاصه گزارش رو ببندیم. اینجا این نمونه تصویر مانیتور منه که به سرورم وصل کردم و میبینید که توی تصویر با زدن کلید UID میتونم هلس سامری سرورم رو ببینم. حالا شامل اسم محصول، پارت نامبر، سریال نامبر، ورژن فرمور آیلو و رام سرورم، آی پی آیلوم و در نهایت لاگ های کریتیکال سرورم رو نشون داده. حالا اگه من تو آیلو از سرورم ریموت کنسول بگیرم تصویر جاری سرورم رو دارم. پس این سامریه فقط رو مانیتور لوکال نمایش داده میشه. حالا اول یکی دیگه از قابلیت‌های این UID باتن رو میگم و یه موردی رو با هم بررسی میکنیم. زمانی که ما از طریق ریموت کنسول از سرورمون تصویر بگیریم UID به صورت چشمک زن در میاد. ببینید الان من تو آیلو از سرورم ریموت کنسول گرفتم. UID من به حالت چشمک زن در اومد. این جلوی سرورمه.
اینم وضعیت UID تو آیلوه. نوشته بلینک یعنی چشمک زن. وقتی این اتفاق بیفته من دیگه نمیتونم از محیط آیلو این کلید رو روشن و خاموشش کنم و برای دیدن سرور هلث سامری فقط باید به صورت فیزیکی UID باتن جلوی سرورم رو بزنم. حالا من ریموت کنسول آیلومو ببندم. ببینید تو آیلو وضعیت UID از حالت بلینکینگ به حالت آن در اومد. الان میتونم از اینجا هم روشن و خاموشش کنم و با این کار هلث سامری روی مانیتورم نمایش داده بشه. ببینید خاموش، اون سامری رفت، اینجا هم آف شد، مجدد میزنم روشن، سامری هم اومد. خب پس یکی دیگه از آپشنای UID باتن رو با هم دیدیم. از قابلیت‌های دیگه این کلید اینه که اگر اونو 10 ثانیه یا یکم بیشتر نگهش دارم میتونم آیلومو ریست کنم. اینم خیلی جاها به کار میاد. البته میدونید که اگه آیلو ریستارت بشه ما کانکشنمون رو از دست میدیم. خب حالا بریم هلث استاتوس رو با هم یه بررسی بکنیم. من یکی از پاورهای سرورمو از برق میکشم تا یه اروری رو دستگاهم به وجود بیاد. یکم طول میکشه و همونطور که میبینید هلث استاتوس من به شکل کهربایی چشمک زن در میاد. یعنی یه جای سرور یه خرابی به وجود اومده. حالا بریم کریتیکال رو چک کنیم. من دوباره اون پاورم رو بزنم به برق، هلثم سبز ثابت بشه. خب ببینید الان من رو سرورم یه رید 5 دارم که 3 تا هارد اون لاجیکال درایو منو تشکیل دادن. خب حالا من یکی از هاردامو بیرون میکشم. طبیعتا دوتای دیگه LED دونت اجکتشون روشن میشه و هلث استاتوس هم کهربایی چشمک زن میشه. الان سرورم تو وضعیت دگریدد قرار میگیره چون یه مشکلی تو قسمت رید کنترلر به وجود اومده. اما خب طبیعیه دیگه، رید 5 تا یه دونه هارد قابلیت فالت تالرنس داره. یعنی تا یه دونه هارد اگه آسیب ببینه دیتایی از بین نمیره. البته اگه میخواین در مورد ریدها و شرایطشون و تحمل خطای اونا اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد میکنم ویدیوی مربوط به ریدها رو تو سایت یا کانال یوتیوبمون ببینید. خب حالا اگه من هارد دوم رو هم بیرون بکشم دیگه لاجیکال درایوم کلا فیل میشه و قاعدتا باید هلث استاتوسم به حالت قرمز چشمک زن در بیاد. یعنی سرور رفته تو حالت کریتیکال. بله اینم از این. خب عزیزان تا جایی که میشد ما سعی کردیم با ایجاد یه فضای لابراتواری موقعیت این LED های فرانت پنل رو با هم بررسی کنیم. قطعا برای این LED ها میتونیم موقعیت های بیشتری رو داشته باشیم که خب تو محیط واقعی قطعا بیشتر میشه ببینیمشون. اینجا به پایان ویدیوی بررسی فرانت پنل رسیدیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید مثل همیشه با کامنتاتون بهمون انرژی بدید و از طریق سوشال مدیا و تلفن هایی که در اختیارتون قرار داده شده سوالات فنیتون رو با کارشناسان تکنیکال ما در میون بذارید. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای مهربون میسپارم.